به نام خداوند بخشنده مهربان. قصه کودکی که عاشق محمد صلی الله علیه و سلم گشته بود. کودک یهودی بود که پدرش هم یهودی بود. پدر این کودک هر سحر کتاب تورات را می‌خواند و در تورات نام محمد صلی الله علیه و سلم را نوشته شده. هرگاهی که این کودک از قرائت پدرش نام محمد را میشنید و میگفت پدر جان، این نام محمد که تو خواندی عجیب نام زیبایی می باشد و از این نام بوی خوبی می آید. پدرش باشد این کودک را سرزنش می کرد و می گفت این نام خوب نیست. روز دوم هم پدر این کودک تورات را قرائت نمود. باز این کودک از قرائت پدرش نام محمد صلی الله علیه و سلم را شنید و گفت پدر جان، این نام محمد صلی الله علیه و سلم چگونه نام است که من عاشقش شدم. این نام در نظرم عجب شیرین میتابد. پدرش باشد نام محمد صلی الله علیه و سلم را از تورات خط زده تازه کرد و کودکش را از خانه بیرون کرد. این کودک که در دلش مهر و محبت محمد صلی الله علیه و سلم جای گرفته بود، از خانه اشان برآمده به شهرهای گوناگون برای جستجوی پیامبرمان صلی الله علیه و سلم رفت. در یک شهر رسید و با یک گروه مردان تجارتکار شناسایی پیدا کرد و گفت من یک شخص با نام محمد صلی الله علیه و سلم را می‌یابم. آیا این مرد در شهر شما زندگی می‌کند؟ آن گروه مردان چنین جواب دادند نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم در شهر ما زندگی نمی‌کند، بلکه در شهر مدینه یثریب زندگی می‌کند. آن مردان گفتند ای پسر جان، بیا همراه ما خوراک و نان می‌خوریم. سحر که شد ما تو را به شهر مدینه به نزد محمد صلی الله علیه و سلم بردن میرسانیم. این کودک گفت قسم به خدا تا محمد صلی الله علیه و سلم را نبینم چیزی نمیخورم، حتی قطره آب را به دهانم نمیبرم. خلاصه آنگاه همون گروه مردان این کودک را به شهر مدینه بردند. وقتی که این کودک در شهر مدینه درآمد، مردم بسیار را دید که صحبت دارند. در بین آن مردم حضرت ابوبکر رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت علی رضی الله عنه نیز بودند. اما این کودک کسی را نمی‌شناخت. این کودک دویده گردن حضرت علی را آغوش گرفت و بوسه کرده گفت ای محمد جانم فدایت. حضرت علی گفت ای پسر جان، من محمد نیستم بلکه من علی هستم. باز این کودک دویده گردن حضرت عمر رضی الله عنه را آغوش گرفته گفت محمد و از گردن او بوسه کرد. اما حضرت عمر گفت ای پسر جان، من عمر هستم، من محمد نیستم. این کودک با گریه های بسیار به سوی ابوبکر رضی الله عنه دوید و باز او را نیز بوسه کرده در آغوش گرفت. حضرت عمر گریه کرد، اما صد افسوس که محمد صلی الله علیه و سلم در قید حیات نبودند و از وفات آن حضرت 3 روز گذشته بود. اما این کودک عاشق درک نداشت و نمیدانست که صحابه ها میگوید همه حیران شدند که ما این کودک را چگونه خبر دهیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم از عالم گذشته است. حضرت علی رضی الله عنه گفت خبرش نمیدهیم، زیرا که غمگین می شود و در فراق آن حضرت می سوزد. و باز حضرت علی رضی الله عنه گفت رفته حسن و حسین را به پیش این کودکان بیارید، شاید که با آن کودکان بازی کند و غمش از دلش بیرون شود. وقتی که حضرت
حسن و حسین را آوردن و با این کودک بازی کردن. حسن و حسین از این کودک پرسیدند که تو کی هستی و کی را میکاوی؟ این کودک گفت من عاشق محمد صلی الله علیه و سلم هستم و میخواهم با آن حضرت روبرو شوم. حسن و حسین که کودکان خرد بودند در حال به این کودک عاشق گفتند ای کودک، آن محمد که تو میکاوی او بابای ما می باشد. 3 روز می شود که بابای ما از عالم گذشته است. وقتی که این کودک که عاشق این سخن را شنید به نهایت گریه سخت کرد و ناله و فغانش بلند شد. دیری نگذشته بود که این کودک عاشق از درد و غم و از عشق محمد صلی الله علیه و سلم از عالم گذشت و این کودک در پایان قبر پیامبرمون صلی الله علیه و سلم دفن شده است. از پروردگار متعال می خواهیم که در قلب هر یکی ما و شما برادران و خواهران عزیز مهر و محبت و عشق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را جایگزین بگرداند و ما را از شفاعت حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در روز قیامت بهره‌ور بگرداند. تا قصه های آینده دعاگوی بنده باشد دوستان.